الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور
وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان، نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها، وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام، فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا
في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس
الناس من هداهم ضياء في نداء الحق صوت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک عرض می کنم. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات شما عزیزان را قبول درگهش بگرداند. ماه رمضان فرصت است، فرصت بزرگی برای همه ما و شما عزیزان که خودمان را در این ماه محاسبه بکنیم. همانطوری که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتان را محاسبه بکنید، نفس خودتان را محاسبه بکنید قبل از اینکه با شما حساب و کتاب بکنن. امروز روز کار است، عمل است و فردا در میدان حشر وقت حساب و کتاب است و الله سبحانه و تعالی مواسم مختلف را در طول سال برای ما و شما بزرگواران مهیا کرده است تا که از این فرصت ها استفاده بکنیم، توبه بکنیم و خودمان را محاسبه بکنیم، ببینیم در این یک سالی که گذشت از رمضان پارسال تا رمضان امسال که فردا اول رمضان است چه کردیم، چه گناهایی انجام دادیم و از این فرصت استفاده بکنیم که توبه بکنیم، چون که در این ماه مبارک درهای توبه به روی بندگان باز می شود، درهای جهنم بسته می شود و شیاطین به غل و زنجیر کشیده می شود و در هر شب از این شبهای مبارک شاید میلیون ها انسان، هزاران انسان از بندگان الله سبحانه و تعالی به فضل و کرم او تعالی و به وسیله توبه و دعا و عبادتی که انجام میدهند از آتش جهنم نجات پیدا میکنند. این ماه فرصتی است که ما به یک سری از عبادت هایی که باید در طول سال پایبند می بودیم، نماز، تلاوت قرآن و ذکر و دعا، در این ماه خودمان را عادت بدهیم، در این ماه این عبادت ها را با تمام و کمال انجام بدهیم و عزم کامل داشته باشیم که بعد از رمضان هم مانند ماه رمضان خواهیم بود. نباید انسان‌های رمضانی باشیم که فقط در ماه رمضان الله سبحانه و تعالی را میشناسند، فقط در ماه رمضان از الله سبحانه و تعالی میترسند، فقط در ماه رمضان عبادت میکنند، فقط در ماه رمضان قرآن میخوانند، فقط در ماه رمضان نماز شب میخوانند، بلکه ما در طول سال و در هر ماه مانند ماه رمضان باید باشیم. منتها فرق رمضان با ماه‌های دیگر این است که این یک فرصت استثنایی است. این فرصتی است که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش میسر کرده است. نماز تراویح، نماز تهجد، تلاوت قرآن و عبادت هایی رو که در این ماه عموم مسلمان ها انجام میدهند، این باید در وجود ما، در نفس ما و در روح ما تاثیر داشته باشد. ماه رمضان ماه عبادت است، ماه قرآن است، ماه خوابیدن، ماه تنبلی نیست. ما اگر تاریخ اسلام رو مطالعه بکنیم میبینیم که بیشترین فتوحات، غزوات و جهادهایی که مسلمان ها انجام دادند،
بزرگترین پیروزی هایی که نصیب مسلمان ها شده در ماه مبارک رمضان بوده است. ذکر الله سبحانه و تعالی در طول روز وقتی که از خوردن و نوشیدن ما خودمون رو نگه می‌داریم، باید زبان ما هم روزه باشد، گوش ما هم روزه باشد، چشم ما هم همه وجود ما باید روزه باشد. و بهترین عملی که انسان میتواند خودش را از گناهان، از معصیت، از حرفهای زشت، از شنیدن منکرات، فسق و فجور نگه دارد، ذکر الله سبحانه و تعالی است. این ذکر الله سبحانه و تعالی است که انسان را از گناهان و از معصیت دور و انسان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک می کند. یکی از فلسفه های دیگر ماه رمضان این است که وقتی که احساس تشنگی می کنیم، وقتی احساس گرسنگی می کنیم، به یاد کسانی بیفتیم که گرسنه هستند، تشنه هستند، حتی آب آشامیدنی شاید برایشان میسر نباشد و این سبب شود که ما چه در رمضان و چه در غیر رمضان به یاد فقرا، مساکین و بینوایان باشیم، از آنها دستگیری بکنیم، خاصتا در این ماه. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که کسی که روزداری را افطار بدهد مانند اجر و ثواب آن روزدار را کسب می‌کند و از اجر و ثواب آن روزدار هیچ چیزی کم نمی‌شود. رمضان یک فرصت استثنایی است که اگر در حق کسی ظلم کردید، اگر کسی را از خودتون ناراحت کردید، اگر حق کسی را ضایع کردید، از این فرصت طلایی و استثنایی استفاده بکنید و از او طلب عفو و بخشش بکنید. این فرصت بزرگی است، چون دلها نرم میشه، دلها به الله سبحانه و تعالی نزدیک میشه. شاید اون کسی که شما را تصمیم گرفته بود که هرگز نبخشه، شاید در این ماه مبارک رمضان و در این اجوای روحانی و در این زمانی که دلها نرم است، دلها به الله سبحانه و تعالی نزدیکتر است، شما را ببخشه. و این بزرگترین پیروزی است برای یک مسلمان که حق برادران مسلمان خودش را، خواهران مسلمان خودش را ضایع کرده باشه، از اونها طلب عفو و بخشش بکنه. ماه رمضان فرصت استثنایی برای توبه است. بعضیا در رمضان پارسال با ما بودن، زنده بودن، میدیدیمشون، در کنار ما بودن، اما امروز نیستن. در طول این یک سال گذشته از دنیا رفتن. جوانهایی بودن که از دنیا رفتن، انسانهای میان سالی بودن که از دنیا رفتن، انسانهای سالمی بودن که هیچ بیماری و مشکلی نداشتن، شب خوابیدن و صبح از این دنیا رفتن. پس از هر ثانیه باید انسان استفاده بکنه برای توبه. امروز و فردا نکنید، توبه رو برای فردا، برای حتی 1 ساعت، 1 دقیقه بعد نه، همین امشب، همین الان 2 رکعت نماز بخوانید و توبه بکنید و درهای توبه رو الله سبحانه و تعالی بر روی بندگانش باز گذاشته. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که توبه گناه کردید، در گناه اسراف هم کردید، زیاده روی کردید، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشوید. الله سبحانه و تعالی همه گناهان را میبخشد. اگر گناهی کردید و الله سبحانه و تعالی ستر کرده، پوشانده، کسی خبر نداره، فکر نکنید که الله سبحانه و تعالی غافل است. در حسابتان، در نامه اعمالتان نوشته شده است. این که الله متعال ستر کرده، این یک هشدار است برای انسان. اگر امروز از گناهایی که در پنهانی انجام میدهیم اطرافیان ما خبر شوند، دوستان ما خبر شوند، خانواده ما خبر شوند، آیا رو داریم که به طرف اونها نگاه بکنیم؟ کی این رو پوشانده؟ الله سبحانه و تعالی تا فرصتی به ما بده. این هشداری است، زنگ خطری است. میگه که ببین من گناه کردی، گناه تو رو پوشاندم، کسی خبر نداره، بیا و توبه بکن، بیا توبه بکن که من توبه پذیر مهربان هستم. و انسان سعی بکنه در این ماه از اعمال حرام، از کارهای حرامی که انجام میداد توبه بکنه.
در حدیث صحیح میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی است که ژولیده مو، حالش خراب، زار زار میگریه، به درگاه الله توبه میکنه، دعا میکنه، اما دعایش قبول نمیشه. چرا قبول نمیشه؟ لباسش حرام، غذاش حرام، این گوشت بدنش از حرام تغذیه کرده. چطور الله سبحانه و تعالی دعایش رو قبول بکنه؟ پس از آنچه که حرام است، از سود، خاصتا سودهای بانکی، امروز فتاوا زیاد شده، اینو بگیر حلال است، اونو بگیر حلال است، اینو بگیر مشکلی نداره، خانه بخر مشکلی نداره، ماشین بخر مشکلی نداره. یک قطره حرام وقتی در زندگی انسان وارد بشه، باور کنید همه زندگی رو نابود میکنه، برکت رو از زندگی انسان دور میکنه. مانند این است که شما یک سطلی، یک مثلا 50 لیتر آب تمیز گوارا بیارید، یک قطره نجاست داخلش بندازید، دلتون میشه که از اون بنوشید؟ حرام اینطوری است، وقتی یک بار که وارد زندگی انسان شد، دیگه برکت، رحمت، مودت، همه آن آرامش و سکون روحانی که در زندگی انسان وجود داره، همه رو از خودش با خودش میبره و انسان رو در یک حالت کدر، در یک حالت غم، اندوه، حزن، ناامیدی قرار میده. رمضان فرصت استثنایی دیگری است که انسان از دوستان و رفقای سوئی که داره دوری بکنه. شاید عادتهای زشتی دارن، شاید فسق و فجوری دارن، شما هم در کنار اونها می نشینید، با اونها هم نشینی دارید، شما هم آلوده می شوید. ماه رمضان فرصتی است که انسان از این گونه انسانها دوری بکنه، چون همنشین بد در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند مانند کوره آهنگری است. وقتی که در کنار کوره آهنگری بنشینید، اولا اون بوی گند این کوره به بدن شما می نشیند، هر طرف که برید بوی سوختگی، بوی بد از بدنتون میاد. ثانیاً اون شراره های آتشی که از این کوره می جهد امکان داره لباس شما را بسوزاند. و همنشین خوب مانند عطار است یا دکان عطاری است. وقتی که در اونجا مرور بکنید، اون بوی خوش عطر عطاری در بدن شما، در وجود شما می نشیند. وقتی از دکان عطاری خارج میشید، هر کسی که با شما روبرو بشه میگه عجب بوی خوشی از تو میاد. مثال امنشین بد و امنشین خوب این گونه است. شما هر چه سعی و تلاش بکنید، اون بوی گند و اذیت و آزار امنشین بد در وجود شما اثر خود را میگذارد. و همچنین فرصت استثنایی و طلایی است که در ماه رمضان انسان عادت بکنه به مسجد رفتن، همین تراویح رفتن، همین در ختمها رفتن. انسان را عادت میده. 30 روز، 29 روز، 30 روز انسان میره، هر روز، هر شب میره به مسجد. این رو باید عادت بده انسان خودش رو، بعد از رمضان هم این رو تکرار بکنه، عادت بکنه به این. یکی از بدیهای دیگری که در ماه رمضان متاسفانه وجود دارد این است که ما از فلسفه و هدف اساسی روزه گرفتن به دور میشیم. تا شب رمضان زندگی عادی است. از اول رمضان سفره‌های افطاری رنگین، غذاهای گوناگون، افطار آنچنانی، اسراف. الله سبحانه و تعالی کسانی که اهل اسراف هستند رو دوست ندارد. اصلا برای چی انسان روزه گرفته؟ از نگاه صحی، برای اینکه انسان با این گرسنگی کشیدن خودش رو تندرست بکنه، بدنش رو ریستارت بکنه، معده رو، روده رو، وجودش رو انسان پاک بکنه. اما متاسفانه میبینی که طرف ماه رمضان که تمام میشه 10-15 کیلو وزنش بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر پرخوری، به خاطر اسراف. این انسان ها از فلسفه رمضان، از هدف اساسی رمضان بوی نبردن. رمضان ماه اسراف و خورد و نوش نیست. رمضان ماهی است که انسان
باید این ما رو اختصاص بده به عبادت، به تقوا، به پرهیزگاری. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هدف از روزه و ماه رمضان است که انسان به مرحله تقوا و پرهیزگاری برسه. طرف چنان میخوره در افطار که تا دم در مسجد میرسه، 2-3 تا آراق میزنه. اونایی که در کنارش هستن در نماز تراویح دستش به عذابند. این عبادت نیست. این استفاده وجیه و درست از ماه مبارک رمضان نیست. چطور ما 5، 6، 7، 8 نوع غذا رو سر سفره بیاریم و با شکم پر بخوریم و همسایه ما، دوستان ما، همشهریای ما، هموطنان ما شاید 1 دانه خرما هم برای افطار نداشته باشن. این یک فرصت است. این ماه رمضان مانند یک مهمان است. مهمانی که اومده 30 روز و بعد از اون میره. پس مهماندار خوبی باشیم. هدف از روزه گرفتن و ماه رمضان رو باید بدانیم و در آخر ماه مبارک رمضان ما شب قدر رو داریم. 10 آخر ماه مبارک رمضان رو داریم که یکی از فرصت‌های بزرگ و استثنایی در زندگی انسان است که اگر انسان دعای انسان، نماز انسان در شب قدر که بهتر از 1000 ماه است و یک فرصت استثنایی است که اگر مورد قبول درگاه الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، فوز و فلاح و رستگاری و بهشت برین نصیب انسان می شود. ولو مدتی کوتاه، ولو 1 شب، ولو 3 شب، ولو 5 روز، 10 روز انسان سعی بکنه، ولو ساعاتی اعتکاف بنشینه. این سنتی است که متاسفانه امروز در بین امت اسلامی محجور قرار گرفته. شاید به ندرت کسی رو ببینید که در ماه رمضان اعتکاف میشینه. شاید هر کس بهانه خاص خودش رو داشته باشه، اما انسان میتونه در 1 سال، شما مثلا در هر جای اگر کارم بکنید حق دارید که در سالی حداقل 10 روز 15 روز تعطیل بگیرید. این حق قانونی شماست. 1 شب در 1 مسجدی، در 1 مرکز اسلامی، در گوشه خانه‌ای، در عبادتگاهی برید به اعتکاف بنشینید. این یک فرصت استثنایی است که انسان نفس خودش رو مراجعه بکنه. و یک از فرصت‌های دیگر این است که در ماه رمضان انسان صله رحم رو به جا بیاره. اگر با خواهرتون، با برادرتون، با قوم و خویشتون، با نزدیکانتون قهر هستید، دعوایی رخ داده، مشکلی پیش آمده، شما پیش قدم بشید. از قدر و منزلت شما نه پیش اونا کم میشه و نه پیش الله سبحانه و تعالی، بلکه قدر و منزلتتون پیش الله سبحانه و تعالی بالا میره. اجر و پاداش صله رحم رو میگیرید. به خاطر یک مسئله کوچکی با کسی قهر هستید، یک فرصت استثنایی است که برید آشتی کنید و شما پیش قدم بشید. و فرزندانتان را امروز میبینیم که در مدارس از خردسالی کودکان ما رو با فرهنگ غربی، با فرهنگ‌های عجیب و غریب تعلیم میدن، تربیت میدن. وظیفه پدر و مادر در این عصر و زمان خیلی دشوارتر است از سابق. میدیا، افلام کارتونی، تلویزیون ها، کانال های فضایی، اینترنت، مدارس، مراکز تعلیمی، خیابان ها، جامعه کلاً کودکان رو به یک سمت سوی دیگری داره میبره. و این یک فرصت استثنایی است که ما اونها رو با ماه رمضان آشنا بکنیم. البته نه به این شکلی که به شکل کلاسیک که بیایید سر سفره بشینید یا امروز روزه بگیرید. نه، سعی کنید با جشن گرفتن اول رمضان، نه به شکل اسراف و به شکل زینت بیش از حد،
یک بالون هایی رو بیارید در خونه، رمضان خوش آمدی، رمضان مبارک باد، یک خونه بچه ها رو مثلا چراغانی بکنید، هدایای هر روز رمضان سر سفره بگید که مثلا اگر امروز بعد از ظهر مثلا تا وقت افطار اگر چیزی نخوردی و ننوشیدی، سر سفره افطار یک هدیه بهت میدیم. بگذارید این خاطره بانه در ذهنش که رمضان ماهی بود که شما بهش هدیه میدادید، ماهی بود که آمادگی میگرفتید، جشن میگرفتید. امروز ببینید نمیدونم روز معلم است که روز فلان است که روز زن است که روز این است و روز طفل است و روز عید فلانی است و عید استقلال است. در مدارس همه این روزها رو جشن میگیرن. ما چرا آمدن ماه رمضان رو در خانه هایمان خوشحالی نکنیم، جشن نگیریم تا کودکان ما احساس بکنن که یک چیز عجیبی داره رخ میده، یک ماه عجیبی داره میاد. باور میکنید من اولین باری که با کودکانم این کارو کردم، بعد از اون هر روز میپرسیدن که رمضان کی میاد، رمضان کی میاد، چون براشون یک خاطره بود. کودکانتون رو با خودتون ببرید، اونایی که بالاتر از مثلا 5-6 سال هستن ببرید با خودتون مسجد، ولو این که 1 رکعت 2 رکعت تراویح رو با شما بخونن، برن بازی بکنن، مشکلی نیست. عادتشون بدید به مسجد، عادتشون بدید به اون لحظه‌ای که سر سفره افطار نشستید و دستتون رو بلند کردید، وقت استجابت دعاست. اینو فراموش کردم بگم، یکی از فرصت‌های طلایی و استثنایی هر روز رمضان لحظات قبل از افطار. در طول سال هر روز لحظات قبل از غروب وقت استجابت دعاست. در ماشین هستید، در خونه هستید، در پیاده رو هستید، انتظار اتوبوس هستید، هر جایی که هستید، در دلتون شروع بکنید به ذکر و دعا. اما در رمضان قبل از افطار برای هر روزه‌دار یک دعای مستجاب است. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و وقتی که دستتون رو بلند میکنید برای دعا کردن، کودکانتون رو بگید که دستاشون رو بلند بکنن، بگید دعا بکنید، بگید آرزو بکنید. حتی این دعایی که میکنید رو با صدای بلند با زبان خودتون، فارسی، پشتو، ازبکی، ترکمنی، ترکی، انگلیسی، روسی، هر زبانی که بلدن، تا اونها بشنون، آمین بگن، همین دعا رو تکرار بکنن. و این یک تربیت است و این در خاطرش، در ذهنش میمونه که هر سال ما یک ماهی داریم که یک ماه استثنایی است. محبتتون، شفقتتون نسبت به کودکانتون، نسبت به خانوادهتون در این ماه باید بیشتر بشه. نه اینکه آقا اعصابش خراب، انگار روزه رو برای ما گرفته. برای خدا روزه میگیری. یا بعضی از خانم ها بعد از ظهر که وارد آشپزخونه میشن، ملا به قول معروف مؤذن اذان میده و اینا هنوزم در آشپزخانه هستن. این ظلم است. مردهایی که این گونه برخورد میکنن که باید انواع غذاها سر سفره آماده باشه و زن بیچاره تا موقع غروب و اذان مغرب در آشپزخانه باشه، این ظلم است. و خواهران ما از این فرصت استفاده کنید، یک غذای خفیف و سبکی رو آماده بکنید، قرآن بخوانید، ذکر بکنید، دعا بکنید و از این فرصت استفاده بکنید. و این حق شما هست و این فرصت استثنایی است که الله سبحانه و تعالی برای همه مردان و زنان مؤمن مهیا کرده. و سعی کنیم در این ماه مبارک حداقل 1 بار در طول این ماه قرآن کریم رو ختم بکنیم. این ماه قرآن است. در ضمن تنها روحانی کردن قرآن و ختم کردن من در این ماه 3 بار قرآن رو ختم کردم. به نظر من 1 بار قرآن رو مثل آدم ختم کردن و معانی قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم رو فهمیدن خیلی بهتر از این است که شما هر روز رمضان 1 ختم بکنید. 1 ختم بکن، اما با تفکر، با تدبر، با فهمیدن معانی و تفسیر آیات قرآن کریم. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان این توفیق را عطا بکنه که از این ماه مبارک و از این لحظات آسمانی و از این اوقات استجابت دعا بهترین استفاده رو بکنیم و
یک تغییر کلی در زندگی خودمون در این ماه مبارک ایجاد بکنیم. دوستان عزیز، از همین لحظه به بعد تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت. شماره تماس برنامه رو عزیزان زیرنویس کردن و میتونید شما عزیزان تماس بگیرید و عزیزانی که رمضان رو تبریک گفتن، به همه شما بزرگواران فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض می کنم. فردا اول ماه مبارک رمضان هست و در حرمین شریفین هلال ماه مبارک رمضان رویت شده و طبق رأی خیلی از فقها و علما وقتی که در یکی از سرزمین‌های اسلامی هلال رویت میشه، خاصتا وقتی در یک جغرافیا هستن، در یک منطقه و در یک مداری هستن، در همه سرزمین‌های اسلامی رمضان شروع میشه. پس فردا اول ماه مبارک رمضان است در افغانستان، در ایران، در عربستان، در ترکیه، در مصر، در کشورهای حوزه خلیج، در شمال آفریقا. فردا اول ماه مبارک رمضان است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور سلامت باشین استاد. سلامت باشید، الله مطالبستان کنه. بفرمایید. یک چند سوال استاد داشتم، دیر وقت از کوشش میکنم که به تماشام که تا نخاطر از سوالای مزیات است یک سره. بفرمایید. خدا کنه که عذاب نشیم. یک چند سوال داشتم. مسجدی که ما میریم میگه که زکات آدم میتونه بده به مسجد. حقیقت داره یا نداره به نظر شما؟ بله، یعنی بعضی از علما چیز دادن، فتوا دادن که زکات رو میشه به مسجد، به مدرسه دینی، به تحفیظ قرآن، به اینها داد، چون همه اینا فی سبیل الله هست. خب بسیار خوب. بله. بسیار خوب. یعنی که به خود مسجد آدم بده که مسجد، یعنی که کرای مسجد بدن و باز کرای مسجد رو، مصرف برق مسجد رو، تعمیر مسجد رو به هر کدامش داده بشه درست است. خب بسیار خوب. بسیار خوب. سوال دیگه مثلا از نماز هست. آدم میتونه که نماز هم اگه آدم بسیار وقت آدم کم باشه یا وقت نماز کم باشه که قضا شوه، تنها که الفاتحه آدم نماز بخونه بدون از که آدم یک سوره بخونه در پولیش؟ بله میشه. اوکی. نماز یعنی فقط سوره فاتحه یعنی واجب است که یعنی لا صلاة الا بفاتحه الكتاب، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند. یعنی نماز انسان نمی شود مگر اینکه سوره فاتحه رو بخونه. کسی سوره فاتحه رو نخونه نمازش اصلا نمیشه. این اصلی که شروط نماز است. منتها سعی کنید که سوره های خیلی کوتاه رو بخوانید، ولو که مثلا سوره کوثر، سوره صمد مثلا، این خیلی زیاد وقت انسان رو نمیگیره. شاید در یک دقیقه سوره قل هو الله احد رو بخوانید. من خواست از خاطر از این پرسان کردم که یگان دفعه آدم اگه به فجر یک ذره ناوقت میخیزه یا روشنی دیده میشه که آدم تیزی که در نماز خود ختم کنه از خاطر از اون. درست. امی نماز تراویح را که آدم میخوانه، آدم میتونه که 20 رکعت در یک دفعه نیت کنه یا آدم باید 4 رکعت نیت کنه؟ اصل نمازهای شب، یعنی غیر از نماز عشاء که شما 4 رکعت فرض میخوانید، نمازهای شب همه 2 رکعتی است. دو رکعت. سنت این است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که نمازهای تهجد و تراویح اینها 2 رکعت است. در همه این نمازها چه فرض چه غیر فرض به زبان آوردن نیت شرط نیست. به مجرد این که شما رفتید وضو گرفتید، برای چی وضو گرفتید؟ برای خواندن نماز تراویح، درست است؟ برای رفتن به بازار که وضو نگرفتید، برای این وضو گرفتید که برام نماز تراویح رو بخوانم. وارد مسجد شدید به خاطر چی؟ به خاطر نماز خواندن. پس این خودش نیت است و مکان نیت کجا هست؟ قلب انسان هست. نیت یک عمل قلبی است، یک عمل لسانی نیست. در بعضی از عبادت ها مانند حج سنت است که انسان تلبیه بگوید، نیت را به زبان جاری بکند، اما در نماز
نیت کردن به زبان شرط نیست. همین که انسان در قلبش نیت کرده است که ایستاده شده است و نماز ظهر میخواند، نماز صبح میخواند یا نماز مستحب و نفل و سنتی میخواند، این خودش نیت است. به زبان آوردن حتی بعضی از علما میگن بدعت است، یعنی جایز نیست. بسیار خوب. و در مسجد که آدم که میره، آدم نماز سنت یا نفل که میخونه، اقامه که داده میشه، آدم باید از دفعتا نماز خود استاپ کنه یا آدم میتونه که؟ بله، اگر شما مثلا نماز الله اکبر گفتید میخواید سنت بخوانید، نماز تکبیر نماز فرض رو دادن، اگر نماز صبح هست سعی کنید سریع 2 رکعتتان را بخوانید، بعد از اون برید به جماعت استاد بشید. اما بقیه نمازها، نفل میخواید بخوانید، مستحب میخواید بخوانید، به مجردی که برای نماز فرض قامت گفته شد، نمازتان را قطع بکنید و برید به صف جماعت بپیوندید. از کدام طریق آدم میتونه که نماز خود قطع کنه؟ تنها آدم سلام میده یا آدم سلام میتید، سلام میدید، سلام علیکم میرید. اگر در رکوع باشید، در سجده باشید، بلند میشید میرید چون که وقتی که در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ نماز دیگری در وقتی که برای نماز فرض اقامت گفته میشود وجود ندارد الا در نماز صبح. در نماز صبح مثلا می‌بینید که امام مسجد عادتاً در نماز صبح اگر دیده باشه سورای طولانی را میخوانند. مثلا شروع کرد در رکعت اول سبح اسم ربک الاعلی را خواند، درست؟ شما یعنی می توانید که 2 رکعت سنت خودتان را سریع بخوانید و بعد از اون خودتان را به جماعت برسانید. چرا؟ چون 2 رکعت سنت نماز صبح رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت در حضر و سفر ترک نکردند و بسیار تاکید شده است بر آن. و چون که بعد از نماز صبح فرصتی برای خواندن سنت نیست، خاصا در مساجدی که بر اساس فقه حنفی نماز بخوانند، به مجردی که نماز فرض تمام شد نماز صبح قضا میشه و وقتی که قضا شد دیگه تا طلوع آفتاب حدود نیم ساعت شما نمیتوانید هیچ نمازی را بخوانید، درست است؟ وقت ممنوع است. به خاطر همین سنت رو قبل از نماز فرض صبح خواندن بهتر است. بسیار خوب. و وضو که آدم میکنه، آدم وضو میکنه، باز بعد از او آدم جرابای دراز میپوشه، باز بعد از او اگه وضوی آدم بشکنه، آدم امکانات چه داره که تنها از سر جراب خود آدم همونطور لمس کنه یا آدم باید از سر جرابای خود بکشه از مذهب حنفی که هیچ حدیث صحیح در مورد مس کردن بر جراب نیست. آنچه که در مذهب حنفی رایج است که میگن که روی جراب مس نمی شود، این به حق نزدیکتر است. یعنی برای احتیاط خوب است که انسان اگر جرابش خیلی نازک می باشد، خاصا جرابایی که در تابستان در بهار مردم می پوشن، روی این جراب ها مس کردن یعنی در مذهب حنفی جایز نیست، اصلا باید پاش شسته شود. اما علمای شافعی و اکثر علمای حنبلی فتوا دادن که بر روی جراب می شود مس کرد. حکمش حکم همون یک نوع پاپوشی است که در زمستان می پوشن از چرم، خفین که بهش میگن. جراب رو با همون قیاس کردن، گفتن که جراب مس کردن جایز است، اما در مذهب حنفی جایز نیست. اگه یعنی که در حنفی مذهب آدم جرابای چرمی اگه بپوشه آدم میتونه که سرش. بله دقیقاً. اما اگر جرابتان بسیار کلفت است، مثلا در بعضی مناطق در کانادا، در کشورهایی که خیلی سرد است، مردم جرابای خیلی کلفت میپوشن، جرابای پشمی است، خیلی کلفت است که اصلا پوست بدن پا معلوم نمی شود. به نظر من و رأی یعنی خیلی از علمای معاصر بر این نوع جراب مس کردن امکان داره، جایز است، اما بر جراب نازک در مذهب حنفی میگن نه. بسیار نماز تهجد که آدم میخوانه، آدم میتونه که نماز تا 5 یا 10 دقیقه پیش از نماز فجر بخونه یا دقیقاً آدم باید شوا میگن که 3 تقسیم آدم کنه، در دوم تقسیم؟ بله. اصل بر این است که در ثلث اخیر شب نماز صبح خوانده میشه تا لحظه‌ای که نماز صبح اذان داده میشه.
در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که شما نماز بخوانید و وقتی که احساس کردید یا ترسیدید که صبح میشه، وقت نماز صبح میشه، با یک رکعت وتر بخوانید، یعنی با یک رکعت وتر بکنید. به این معنی است که تا لحظه ای که نماز صبح اذان داده میشه شما میتوانید که نماز تهجد بخوانید. باز بعد از او آدم وتر بخونه یا وتر آدم میتونه که خفتن بخونه؟ همین لحظه ای که فکر کردید که الان نزدیک صبح هست، یکی 2 دقیقه مانده به اذان صبح، وترتان بخوانید، مشکلی نیست. خب بسیار خوب. و در مسجد ما که هستک قرآن ختم میکنن، مگه ملا که امام که نماز که میخونه می قرآن که میخونه بسیار با تیزی میخونه که هیچ یعنی که فهمیده نمیشه که چی میگه و هیچ از تجوید مراعات نمیکنه. آدم یعنی که نمیفهمه که غلطیشون گرفته نمیشه. و نماز آدم میشه در اون صورت یا؟ ببینید الله سبحانه و تعالی به این نمازهای ما احتیاج ندارد که ما زود بخوانیم که 20 رکعت رو تمام بشه. 8 رکعت بخوانید، با قرائت بخوانید، با تجوید بخوانید، با تفکر و تدبر بخوانید. اصلا نخوانید. یعنی باور کنید من به کسایی که این گونه تراویح میخوانن میگم اصلا نخوانید. برید همون نماز خفتنتان را بخوانید، نه خودتان رو گناهکار بکنید، نه دین خدا رو مسخره بکنید. الله متعال به این تراویح ما نیاز ندارد. به این 20 رکعت ما هم نیاز ندارد که ما هر شب بریم بس برق بخوانیم. یعنی چی؟ در حالی که اصلا قرآن کریم برای چی است؟ برای تفکر است، برای تدبر است، برای این است که انسان در آیاتش تفکر بکنه. افلا یتدبرون القرآن؟ آیا در این قرآن تفکر و تدبر نمی کنن؟ اونی که با سرعت 200 کیلومتر در ساعت قرائت می کند، اصلا شما متوجه میشید که چی میگوید؟ آیا مخارج حروف رو، احکام تجوید رو مراعات میکند؟ نه خیر. این گونه نماز خواندن جایز نیست. این تمسخر با دین است و در پشت امامی که این گونه نماز میخواند هرگز نماز نخوانید. بگذارید که خودش، چون میدونید چی است؟ اکثرا تجارت شده برای مردم. یک امام است میاد در یک رمضان 4 تا ختم میکنه، از هر ختمی مثلا 10,000 افغانی میگیره، آخر ما 40,000 افغانی. این یک نوع قرآن فروشی است، یک نوع دین فروشی است، مسخره کردن دین الله متعال است. بله بسیار خوب. بس نیست برادر؟ و یک سوال آخر هم اگه بفرمایید. بزامت میتونتان امی یکی دمی تیک توک هست، یک چند دفعه برای شما گپ زدین امو نسل شادی که هست چی است؟ نمیدونم کاوش که هست یا چطور؟ بله. اونمو وقتا وظیفه معنی بود که هر پروگرامش میدیدم دروغش هم بیکشیدم. مال شما بسیار کار ما را آسان ساختین چون کل دروغاش شما با ما میکشین. لطف کردین. سلامت باشید. و یک دفعه براجه یک حدیث گپ زد، در این هر چقدر که من معلومات کردم من خودم نتونستم که زیاد پیش بیایم. بفرمایید. ابو داود است حدیث 2049. ما چون که شما او را میتونین خودتان پیش بیایم. والا اگر متن حدیث رو بگویید که من پیداش بکنم. ابو داود 2049 میگه که اگر من تو تیز برشان بگویم، میگه که یک نفر آمد پیش پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم و برش گفت که زنم که هستک یک مرد دیگر دستش یا نیک لمس که میکنیش دستش اوشو نمیکنه. باز دیجه نوشته است که میگه پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم گفتش که خی طلاق بدیش. باز گفت نه، مردکه گفته که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که من میترسم که ما یعنی که زیاد یعنی که دق میشم پشتش نمیتونم در طلاق بتمش. باز بعد از او پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتش که خی لذت ببر ازش. لذت ببر ازش؟ تا در این ترجمه که من میخوانم خودتون نوشته است. مگم لفظ عربیش میتوانید بخوانید؟ چون الان حدیث 2049 فرمودید درست؟ بله، سنن ابی داود 2049. والا به شماره، چون که شماره بندی ها میدانید که چاپ ها فرق میکنه. این شماره بندی ها از خود محدثین نیست، بعداً کسایی که تحقیق کردن. از کتاب النکاح، کتاب 12 النکاح 670. حدیث 670. بله. کتاب النکاح حدیث
670. متاسفانه پیدا نکردم. در می واتساپتون اگر روان کنم بفرستید. این 20 ثانیه این روان کردم براتاره. بسیار از یک نمره دیگه است فکر کنین که امو براتون رسید یک عکس است. بسیار خوب. پس من با شما خداحافظی میکنم، بعد این حدیث رو میبینم، انشالله پاسخ شما را خواهم داد. تشکر. هزار بار تشکر. زنده باشید. تشکر. سلام علیکم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری عزیز، من همیشه برنامه شما رو میبینم و فقط خواستم از شما تشکر کنم و از خداوند متعال خواهانم که علما و همچنین جناب عالی را حفظ بفرمایند. سلامت باشید. برکات شما مستفید بشیم. الله متعارفتون کنه. تشکر از شما. تشکر. جزاک الله خیر. سلامت. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم. بله دوستان عزیز، اگر لطف بکنن این رو نشون بدن. می توانید نشون بدید تصویر کامپیوتر من رو؟ بله امیدوارم که بشه. بله بسیار خوب. این حدیثی که انا رجلا سعد و قال ان امرأتي لا تمنع يد لامس، ليس هذا الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم. این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است. یعنی اکثر لیس له اصل، هیچ اصلی ندارد این حدیث، حدیث ضعیف است. تقریبا همه مصادرش برادر عزیز که این حدیث رو ذکر کرده، این حدیث ثابت نشده. بله این حدیث ضعیف است و ثابت نشده برادر عزیز. و احتجاج کردن به همچین حدیثی درست نیست و این یکی از مشکلات این هست که میرن یک حدیث رو در یک جای پیدا میکنن، بعد از اون حدیث ضعیف رو، حدیث باطل رو، بعد از اون میگن ببینید این اسلامشون بوده، این پیغمبرشون بوده، این فلان. من یک چیز دیگه به شما بگم. بالفرض این حدیث درست، یک شکل دیگری مطرح بکنم به شکل یک مثال که دوستان متوجه بشن. میرید پیش به شما میگه که این ماشینی که شما دارید ماشین خوبی نیست. یک خبیر، یک مهندس، یک مکانیک میگه این ماشینی که شما دارید ماشین خوبی نیست. شما میگید والله این ماشین رو اگر که من این ماشین رو مثلا بفروشم، اگر این ماشین رو بندازم دیگه ماشین دیگری نمیتونم بگیرم، من دارم لذت میبرم از این ماشینم، ماشین خیلی خوبه. میگه باشه اختیارت، برو کیفت بکن. الان رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم رو برای این شخص بیان کردن. فرمودن که مادامی که زن تو همچین عیبی دارد طلاقش بده. طرف گفت که نمیتونم، جدایی او رو، دوری او رو نمیتونم تحمل بکنن. کأنه پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش فرمودن که مادامی که اینقدر دیوس هستی برو کیفتو بکن. عادتاً یعنی احادیثی که اینجا دوستان توجه بکنن، ان رجلا، یک مردی آمد پرسان کرد. همچین انسان‌های مجهولی که باشن، یا بیابانگردن یا کسایی که چندان اشخاص مثلا از صحابه و از نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و سلم نیستن،
به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش گفتن که حکمش این است که، یعنی حکمی که من میگم این است که طلاقش بده. گفت نمیتونم. مثل میمونه که یک شخصی هست همسرش یک سری مشکلات داره، مثلا بی‌حجاب است. وقتی که میره مثلا شوهرش میره سر کار، این زنش میره مثلا بی‌حجاب میره در کوچه و بازار میگرده. کسی میاد بهش میگه که مثلا همسرت هم یک مشکلی داره، میگه به تو چه؟ به تو چه؟ زن من است، اختیارش دست من است، به تو چه؟ همین طرف بهش میگه خب اختیارت، برو کیف تو بکن. اما در مورد غیرت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما اگر بخوایم که یک برنامه جداگانه بگیریم، روایت هایی است، داستان هایی است که اصلا شاید باورتان نشود. به طور مثال از چندین نفر از صحابه روایت است که اسبی رو که یا مرکبی رو که خانمش سوار میشد، سفری میرفت، مثلا حجی، عمره‌ای میرفت، وقتی برمیگشت اون مرکب رو یا اون اسب رو یا اون شتر رو میکشت، یعنی قربانی میکرد، ذبحش میکرد، گوشش رو تقسیم میکرد بین مردم. پرسیدن که چرا این کار رو میکنی؟ گفت که شتری که یا مرکبی رو که همسر من سوار شده بعد کسی دیگری سوار نشه. به این اندازه مثلا حساس بودن. یک روز عبدالله بن مسعود نزدیک خونه رسید که دید همسرش با یک وضع مثلا حجاب بدون مثلا چادر بگیم دم در وایساده، تا که دید نیزه رو کشید که بزنه همسرشو. این کار درست نیست، یعنی شرعاً این کار درست نیست. مانند داستان سعد بن عباده که وقتی قضیه شهادت و این چیزا نازل شد گفت من کسی رو بیام ببینم که با همسرم داره مثلا زنا میکنه، برم 4 نفر شاهد بیارم، میزنم گردنش از تنش جدا میکنم. داد زد، گفت که صبر کن. نزدیک آمد گفت چه خبره؟ گفت داخل خانه یک ماری هست، از ترس من آمدم بیرون که منو نیش نزنه. یا صحابه دیگر که میگه همسرش یک سیب رو یک گازی زده بود، سر را فقیری رد شد، گفت که از برای خدا یک چیزی بدید. خانمش میخواست همون سیب رو بده، زد دستش رو، اون سیب رو گرفت، گفت به اون سیبی که لبها و دندان تو خورده من راضی نیستم که یک مرد بیگانه دیگر بگیره اون گاز بزنه. یعنی از این مثال ها خیلی زیاد است، اما اینها مثل مگس هستن. من اینا رو به مگس تشبیه میکنم. چرا؟ شما در یک جایی همه باغ و گل و شکوفه و سبزی و درخت و چیزای خوب هست، اما مگس ببینید میره رو کثافت میشینه. آخوندهای شیعه و این گندیده فکرها میگن روشنفکر، من اینو میگم گندیده فکرها، اینها همیشه دنبال نجاستن، فقط باید برن رو نجاست بنشینن و از نجاست لذت ببرن. و چرا زیاد دنبال این گونه موضوعات میگردن؟ چون که این در بین خودشون، در خانواده خودشون، در ماحول خودشون وجود داره. کسی که به خدا ایمان نداره، کسی که به پاداش و جزا و زنا و نمیدونم بهشت و جهنم و این چیزا اعتقاد نداره، برای این چیزا اصلا فرقی نمیکنه. و این که میاد اینا رو به رخ مسلمان ها میکشه، اکثر اینها، چون حالا دیگه من متاسفانه در این افتادم که باید جواب اینو بدم، الله سبحانه و تعالی شر اینا رو کم بکنه از سر امت اسلامی، میبینم اکثر مسائلی که مطرح میکنه فقط به خاطر این است که طرف مقابل رو، مسلمانایی که اونجا هستن، عصبانی بکنه، بعد اونا توهین بکنن، فحش بدن، بعد از این سوء استفاده بکنن. دیدید این اخلاق مسلمان، این چیزا. طبعا یک انسانی رو که شما به مقدساتش توهین بکنید اعصابش خراب میشه. به خاطر همین نصیحت من همیشه به دوستان، به جوانانی که میرن در لایف ها اینا، در برنامه این است که از دینتون اطلاع ندارید نروید. من این حرفم رو با یک دلیل از قرآن کریم خدمت شما عزیزان
نشون بدم که دوستان عزیز بله آیه 140 سوره نساء است. یعنی کسی که علم نداره و بله دوستان اگر این رو نشون بدن، این سوره نساء آیه 140 الله متعال میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، و نازل شده است برای شما در کتاب، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر دیدید در جایی که به آیات الله سبحانه و تعالی مسخره میشد، آیات الله سبحانه و تعالی رو بهش کفر می‌ورزیدن، تمسخر می‌کردن، استهزا می‌کردن، ریشخند می‌زدن، فلا تقعدوا معهم، با آنها ننشینید. اگر بنشینید و حرفای اونها رو گوش کنید، مثلا ببینید طرف 800 900 هزار نفر در لایف است، 600 700ش جوانهای مسلمانی است که در انتظار نشستن که ما بیایم به این یک فوش بدیم یا جواب این رو بدیم. جوابش هم نمیتونی بدی، علمم نداری، از حدیثم خبر نداری، چرا میری در لایفش؟ چرا میری در لایفش؟ مادامی که خبر نداری، علمشو نداری، نرو. چون الله متعال میفرماید که اگر شما میرید در اونجا به پیامبر تو توهین میکنه، حتی عورات به اصطلاح همسران پیامبر، خود پیامبر، یاران پیامبر رو به زبانش میاره، فوش میده، توهین میکنه، اهانت میکنه بر اساس دروغ، بر اساس تلبیس، خیانت. بعد تو هم میری اونجا مینشینی، سیاهی لشکر میشی. الله متعال میگه اگر این کارو میکنی انکم اذا مثلهم، شما مثل اونها خواهید بود. علما برداشتشون از این است که کسی که در مجلسی مینشینه و در اونجا به آیات الله کفر گفته میشه، ریشخند زده میشه، تمسخر و استهزاء صورت میگیره، مثل اونهاست. یعنی چی؟ کافر میشه. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله متعال منافقین و کافرین را در کجا جمع میکنه؟ جایگاهشون در جهنم. یعنی کسی که ادعا میکنه که مسلمان هست و میره در مجلس همچین انسانهایی مینشینه، نه برای جواب دادن، نه برای رد کردن، بلکه میره مینشینه، این انسان مسلمان نیست، منافق است. کسی که میخواد رد بکنه، اون میاد یک دروغی میگه. اون روز مثلا من یک برنامه رو میدیدم، میگه آیه 14 سوره مومنون در مورد مراحل جنین که هست، این کاپی از گالین است، در حالی که این برنامه کاملا جدید بود، 2-3 روز پیش بود. شما شاهد هستید که من در 3 هفته هر هفته در مورد این موضوع صحبت کردم، تحدی کردم، چالش دادم که بیا در این مورد تو بیار کتاب گالین رو ترجمه شو و من هم میارم کتاب گالین رو و قرآن هم میاریم، ببینیم که چی گفته، چرا دروغ میگی. مراحلی که در قرآن هست اصلا در کتاب گالین ذکر نشده. دوستی از یعنی من فکر میکردم که یعنی فهمیده است، گفت من 100 تا مقاله در مورد رد سخنان تو دارم که علما گفتن که آنچه که در قرآن در مورد مراحل جنین ذکر شده، همه اینها چی است؟ با علم تطابق داره. بعد این چی میگه؟ میگه یکیشو بیار، میگه یکیش رو بیار، یکی از این مقالات رو بیار. نمیاره. و مادامی که تو آمادگی نداری، مادامی که تو استعداد نداری، مادامی که دلیل نداری،
اونجا میری بی جواب که میمونی 100 تا مسلمان دیگه رو به شک میندازی. وقتی یک حرفی میزنی اول آماده بکن، سند و مدرک تو آماده بکن، بعد از اون برو در لایف اینها صحبت بکن. به طور مثال در مورد همین قضیه علم جنین دوستان عزیز، این کتابی است که من خدمت شما عزیزان بیارمش. بله، من در یکی از برنامه نشونم دادم. همین کتاب علم جنین، جنین شناسی و تطابق آن با قرآن و سنت. نویسنده این کتاب کی است؟ عبدالمجید زندانی، مسلمان است. مارشال جانسون از اطباء و پزشکان معروف آمریکایی است. گرالد جی گرینجر، این از علمای غرب است. این از علمای فکر کنم از چین است یا از ژاپن است. کیت ال مور، پدر علم جنین شناسی، از کانادا است. و مصطفی احمد و این یکی رو هم نمیدونم که کی است. این علما و اینا همه پزشکن، دکترن، اینا پروفسورن. کیت ال مور پدر علم جنین معاصر است، همین چند سال پیش فوت کرد. اینا این کتاب رو نوشتن و تایید کردن که قرآن کریم، ببینین هر جایی که آورده آیات قرآنی رو با علم چیکار کرده؟ آیات قرآنی رو و با دلایل علمی ثابت کرده. بابا این مقاله نیست، کتاب کامل است، در 212 صفحه است که مراحل علم جنین رو از گالن و ارسطو و قبل از اسلام و بعد از اسلام و تا قرن 19 این میکروسکوپایی که در قرن 17 و 18 ساخته بودن، همه اینا رو مفصل در این کتاب آوردن. چیکار کردن؟ با آیات قرآنی همه اینا رو رد کردن که آنچه که در علم الله سبحانه و تعالی و در قرآن و سنت است دقیقاً مانند مطابقت داره با اکتشافات علمی جدید. و آنچه که گالن و ارسطو و بقراط اینا میگفتن اوهام و خیالاتی بود که اونها داشتن. این کتاب ببینید، این مفصل کتاب به انگلیسی است، همه مراحل رو اینا، یعنی 5-6 تا پروفسور طب معاصر این رو تایید کردن. بعد یک بوزینه زاده نطفه گندیده بیاد بگه که آقا اینو فلان کرده و این کرده و بدون دلیل. مثلا میاد میگه که گالن در کتابش گفته که همین مراحل رو آورده، عین آیه قرآن رو آورده. اون مسلمان بیچاره‌ای که رفته اونجا داره بحث میکنه، هم نمیگه بابا گالن که 600 سال قبل از اسلام بود، آیه قرآن رو از کجا آورده؟ یک صفحه رو میاره که عکس گالن است و آیه 14 سوره مومنون است. میگه که ببینید این کتاب گالن هست. و این طرفی که داره باش بحث میکنه نمیگه بهش که بابا جان در اون موقع قرآن از کجا بود که گالن آورده این آیه رو در کتاب خودش بود. یعنی انقدر این انسان فریبکار دروغگو است و این مسلمان ما انقدر ساده لوح است که نشسته. تو بگم کتاب گالن همون صفحه 50 کتاب د سیمن رو بخون که گالن چی گفته در اونجا، بیار در صفحه مانیتورت نشون بده، تک تک کلمه‌اشو از انگلیسی به فارسی ترجمه کن. به خاطر همین با اینها بدون علم بحث کردن، هم خودتون رو به شک و شبهه میندازید، هم 4 نفری که دیگه نگاه ببینید میگه که مسلمان نتونست جواب بده. تشکر میکنم از بینندگان عزیز.
یکی از عزیزان اینجا نوشته که چرا جواب نمیدی؟ پس چرا شبکه پخش نمی کنید اگر میترسی؟ دوستان عزیز، کسی که اگر سوالی داره، مسئله میخواد مطرح بکنه، این شماره واتساپ ما هست اینجا، زنگ بزنید. شیعه هستید، ملحد هستید، از هر طایفه ای که هستید، شماره واتساپ هست اینجا، زنگ بزنید، سوالتون رو مطرح بکنید. چرا کامنت می نویسید بعد میگید که چرا مردم جواب شما؟ چون نمیشه که ما هم کامنت رو جواب بدیم هم تلفن رو جواب بدیم. به تلفن زنگ بزنید، با هم صحبت میکنیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله جور سلامت باشید استاد. سلامت باشید، زنده باشید. ما استاد عزیز فقط درباره یک موضوع معلومات از پیشتان میخوام و نظرتان رو میخوام. بفرمایید. اگر فکر کنید و کس همیشه آدم میشینه مخالف نظرش است، مثلا یک نفر است که اسلام را تمرین میکنه، نماز میخونه، پیش خودم مانده، از تمام منکراتی که در اسلام ممنوع است از او خود دوری میکنه، ولی در مقابلش یک دوستش است یا از فامیلش است یا یک برادرخواندهش است، یک کس است که همیشه وقتی که میبینش سرش مذاق میکنه، سرش خندی میکنه که ریشه تسیکو که ملا رو ماندی نماز میکنی و یعنی اگر روزه میگیره سر روزه گرفتنش، یعنی اگر هر کار را که اسلام گفته میکنه، موسیقی نمیشنوه، رقص نمیکنه، در محفلی که شراب باشه نمیشینه، هر جایی که ببینه سرش مذاق کنه، رشخندی کنه و امون نفره که مذاق رشخندی میکنه خودش میگه که من مسلمان هستم، من مسلمان هستم، من این کارا را میکنم و بعضی وقت حتی به این میشه که صدایشان بالا میشه با یکی دیگه و گپک از روزه میشه یا از زکات میشه یا از حج میشه. اگر روزه شوا میگه روزه مثلا یکی میگه یعنی آدم مریض میکنه، یا اگر زکات شوا میگه زکات عربا کشیده به خود، یعنی درست زکات به عربا هسته، یا اگر حج بگوی باز بگوی حج میگه. یعنی همان شخص این حرفا را هم میزند یا این شخص دیگری است؟ شما الان در مورد کسی صحبت کردید که نماز میخوانه، روزه میگیره، اما مسخره میکنه دوستش را. همان شخص میگوید که زکات را عربا کشیدن؟ بله زکات عربا کشیده و موسیقی را حلال میکنه، حلال میدانه و خب باشه، در این مورد صحبت میکنیم. اینقدر زیاد میشه ای که فکر کنید که 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال همه قدر با هم که میبینن حتی احترام ها خلاص میشه و از مثلا از شما به تو میخیزه و بسیار جنجال ها میکده. چشم، در این مورد صحبت میکنم. بخواهیم که کتر یک آدم چی نوع رفتار بکنه، به خاطر که اگر از احترام بگوی احترام هم شد، اگر از هر نگاه نفری که به دین خود محکم است احترامش هم میکنه، تمام چیزا کرده، اما داخل هیچ جای گنجایشش نیست. دیگه یک نظرتان میخواستم انشاءالله که نظرتان بدید. وقت خوش براتون میخوایم. سلامت باشید. انشاءالله خداوند جزای خیر نصیب کنه. سلامت باشید. تشکر هستم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید، کسی که زکات، روزه، حج، عمره و یکی از شعائر دین بر اینها
مسخره بکنه، تمسخر بکنه، اینها را، انکارش که کفر صریح است. انکار زکات بگه این عربا کشیدن، انکار حج بگه این عربا کشیدن به خاطر که پول جمع کنن، عمره کردن، ریش، عمامه، قرآن، به شعائر دین تمسخر کردن، این کفر است. انسان رو اتوماتیک از اسلام خارج میکنن. اینایی که جوک درست میکنن، مزاح درست میکنن، فکایی درست میکنن. والا مولانا نصرالدین یک روز از مسجد میبرآمد، همین که میگه مولانا نصرالدین از مسجد میبرآمد، بعد از یک فکایی رو میگی مردم میخندن، اتوماتیک از اسلام خارج شدی بدون برو برگشت. اسلام با کسی شوخی نداره. اسلام با کسی شوخی و مزاح نداره. مثلا در روسیه زندگی میکنی، بگی والا من شهروند روسیه هستم و پاسپورتش هم گرفتم، تابعیتش هم گرفتم، اما بیا پوتین رو مسخره بکنی. KGB میبره چنان بلای سرت میاره که دیگه اسم خودت و پدر مادرت هم فراموش بکنی. یا در آمریکا یا در اروپا یا در هر کشوری دیگه، آنچه که خط قرمز کشور هاست، شما با اون نزدیک شو، پدر سوختت رو در میارند. اسلام هم خط قرمزهایی داره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که لکل ملک هما، هر پادشاهی یک حد و حدودی داره برای خودش. و هم الله محارمه، این حد و حدود الله سبحانه و تعالی آن اعمالی است که الله متعال آن را حرام قرار داده است. پس به محرمات الله سبحانه و تعالی نزدیک نشوید. کسی که الله رو مسخره میکنه، دین الله رو مسخره میکنه، ملا رو مسخره میکنه. ملا، ببینید، اگر هدف از تمسخر برای یک ملا و مولوی تمسخر به ظاهرش، سنتش، به اعمالی که طبق شریعت است باشه، این کفر است. با آیات قرآنی، به ارکان، زکات رکنی از ارکان اسلام است، انکارش کفر است. کسی که زکات منکر میشه اصلا به اسلام وارد نشده که از اسلام خارج بشود. به خاطر همین 4-5 نفر از منافقین یک جای جمع بودند، در یک غزوه‌ای بود. برمیگشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم، 4-5 از این منافقین هم بودن که گوشی نشسته بودن. بعد یکشون گفت بیا یک فکایی بگیم. والله گفت من از این قاریای قرآن کرده شکم پاره تر ندیدم. در وقت خوردن میخورن، به قول معروف میگن مثل گاو میخورن، وقت کار کردن که شد از همه تنبل ترن. قه خندیدن. یکی از صحابه در اون نزدیکی نشسته بود، گفت والله میروم و به پیامبر این حرفتون رو خبر میدم. صحابه حرکت کرد به طرف پیامبر. نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم شد که چهره پیامبر سرخ شده، عصبانی‌اند، چهرهشون تغییر کرده. امر کردن که حرکت کنید. صحابه گفت یا رسول الله، گفت وحی برای من آمد، جبرئیل برای من خبر داد، آیه نازل شد در این مورد. این صحابی برگشت پیش اون منافقین، گفت حالا خوب شد، کیف کردید، خوردید، آیه نازل شد بر پیامبر، خداوند شما رو رسوا کرد. در کنار این منافقین تعداد دیگری از مؤمنین هم بودن که اونها هم نشستن و گوش کردن و خندیدن. آیات 64 و 65 سوره توبه نازل شد. ولئن سألتهم، اگر از اونها بپرسی، لیقولون انما كنا نخوض و نلعب، میگفتن اگر از اونها بپرسی که چرا این حرفا رو زدید. ببینید الان قاری قرآن رو مسخره کردن. قاری قرآن، تمسخر به قاری قرآن تمسخر به دین است، تمسخر به قرآن است، تمسخر به شعائر الهی است. جسد قاری قرآن مقدس نیست، این وظیفه‌ای که او داره مقدس است، این اسمی که سرش هست مقدس است. شاید قاری قرآن زناکار هم باشه، شاید قاری قرآن فاسق هم باشه، فاجر هم باشه، تریاکی هم باشه، هزار یک عیب داشته باشه،
اما وقتی که تو می تمسخر میکنی و در تمسخر و فکایی خودت، در مزاح خودت، در جوکی که درست میکنی، در لطیفه‌ای که درست میکنی، قاری قرآن رو جا میدی، یعنی تو داری با دین مسخره بازی میکنی. ولا ان سألتم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب. یا رسول الله ما داشتیم شوخی میکردیم، سات خودمون رو به قول افغانا سات ما رو تیر میکردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابشون فقط امین آیه رو تکرار میکردن. قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بگو آیا به الله و آیاتش و رسولش ریشخند میزدید؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. معذرت خواهی نکنید که بعد از اینکه مؤمن شده بودید کافر شدید. اون مؤمنینی که در اونجا بودن و خندیدن و چیزی نگفتن و رد نکردن، در مجلس نشسته بودن، اونها آمدن از افسار شتر پیامبر میگن محکم گرفته بودن و این سنگها و خارهای بیابان پاهای اینها رو زخمی کرده بود، خون جاری بود. میگفتن یا رسول الله بد کردیم، غلط کردیم، اشتباه کردیم، نفهمیدیم. یک ریشخندی بود، ما اونجا بودیم، دیگه تکرار نمی کنیم. پیامبر فقط یک جواب میدادن: ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به الله و رسول و آیات الهی داشتید تمسخر میکردید؟ دوستان عزیز، خطر این رو احساس بکنید. امروز در مجلس میشه والله یک ملایی بود اینطوری کرد، یک قاری بود اینطوری کرد، طرف از مسجد برآمد اینطوری کرد، فلانی سر خطبه اینطوری کرد، بعد خونه آمد اینطوری شد. اینا همه تمسخر با دین است. برید فکایی جوکتان رو سر ترامپ درست کنید، سر پوتین درست بکنید، سر خامنه ای درست بکنید، سر نمیدونم کرزی و اشرف غنی و احمد مسعود درست بکنید تا صبح بخندید. یک روز دیدید مثلا یک جمعیتی سر زن مسعود یا زن ربانی یا زن احمد مسعود جوک درست کرده باشه، یا یک حزبی سر زن حکمتیار جوک درست کرده باشه، یا یک طرفدار سیاف سر زن سیاف جوک درست کرده باشه. جوک سر زن ملا درست میشه، جوک سر زن قاری درست میشه، جوک سر خانواده عالم دین درست میشه. این کفر است. این شعبه ای از نفاق است که در دل انسان هست و خبر نداره. و همون مؤمنینی که در ادامه آیات میگه که و این نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین، میگه شاید گروهی از شما را ببخشیم اما گروه دیگر رو نمیبخشیم و عذاب دردناک برایشان، بخاطر که اونها مجرم هستن، گناهکار هستن. میگن بعضی از این مؤمنین در بعد بخشیده شدن، اما اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا داد میزدن: یا رسول الله بد کردیم، اشتباه کردیم. میگفتن ابی الله و رسوله و آیاته کنتم تستهزئون. ببینید چقدر یک جوک امروز مثل این جوک ها هزار. متاسفانه دعوتگر، عالم دین، به خدا دعوتگری رو دیدم که طرف سر خدا داره رشخندی میکنه، سر بهشت داره رشخندی میکنه، کلیپشو باز کرده قه 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 میخنده. این کفر است. والله انسان رو اتوماتیک از دایره اسلام خارج میکنه و انسان نمیفهمه. کسانی که تمسخر میکنن با آیات الهی، اینها اتوماتیک از دایره اسلام خارج میشن. سوال دیگری برادرم این بود که کسی هست که تمسخر میکنه، ریشخندی میکنه، با دوستش مزاح میکنه، بعد گپ میرسه به چی؟ به تمسخر و به ریشخندی و به اصطلاح استهزا و خلاصه سر ریشش و سر قیافش و خلاصه سر همه چیز. ما در سوره حجرات که من بهش میگم سوره اخلاق، ما آیه‌ای داریم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا یسخر قوم من قوم، قومی از قوم دیگری به تمسخر و ریشخندی یاد نکنه. مثلا چی است؟ حالا این ازبک است، قهقه میخنده، ریشخند. این پشتون است، جوک براش درست میکنن. این ایرانی است، این افغانی است، این تاجیک است، این فلانی است. به نام قوم برای مردم جوک و لطیفه و ریشخندی درست میکنن. الله متعال میگه که آگاه باشید ای مؤمنین که قوم دیگری رو مسخره نکنن. عسى ان یکونوا خیر منهم. شاید اون قومی که شما دارید مسخره میکنید در پیشگاه خدا شما بهتر باشن. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. و زنانی از شما زنان دیگری رو مسخره نکنن، شاید اونایی که شما دارید مسخره میکنید از اینها بهتر باشن.
ولا تلمزوا انفسکم هم دیگر رو با لقب‌های زشت یاد نکنید، یعنی کنایه نگید به هم دیگر. ولا تنابزوا بالالقاب، با لقب‌های زشت هم دیگر یاد. متاسفانه در تاجیکستان، در افغانستان خیلی زیاد است. لنگ فلانی، کور فلانی، شل فلانی، خیلی زیاد است. کدام محمود میگی؟ والا لنگ محمود رو میگم، او کور احمد رو میگم. اینها تنابز بالالقاب است. فلانی، خیلی معذرت میخوام، من شنیدم طرف یک تاجر خیلی بزرگی بود، فلان گاو. پرسیدم چرا اینطوری میگن؟ چون گفت بسیار چاق است، مردم بهش میگن فلان گاو. الله متعال صریحا در این آیت من میکنه از این. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، چه زشت است که نام فاسق بر شما نهاده بشود بعد از این که مؤمن شدید. یعنی انسان مؤمن این اعمال را انجام نمیده، مسخره بازی نمیکنه، کنایه نمیزنه، لقب زشت نمیگذاره. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون، کسانی که و توبه نمیکنن از این اعمال، اینها از جمله ستمگاران هستند. حدیث دیگری است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در مسلم روایت است. یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را جمع کردن، فرمودن اتدرون من المفلس، میدانید که انسان مفلس کی است؟ امروز ما شما هم در افغانستان، ایران، تاجیکستان بگید فلانی مفلس است، یعنی چی؟ یعنی پول نداره، فقیر است. صحابه هم گفتن یا رسول الله المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع، مفلس در نزد ما کسی است که پول نداره، زندگی نداره، فقیر است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان المفلس من امتی، مفلسای امت من میدانید کیا هستن؟ همه ساکت شدن. الان دیگه صدا از کسی در نمیاد. میگن وقتی پیامبر این احکام رو مطرح میکردن، صحابه طوری گوش میدادن اگر مرغی میامد، گنجش میامد رو سرشون مینشست، اینا تکون نمیخوردن. ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکات، مفلس امت من کسی است که روز قیامت با نماز و روزه و زکات میاد. یعنی چی؟ کسی که نماز و روزه و زکاتش رو ترک نکرده، بقیه عبادتاش هم ترک نکرده. 5 وقت نمازش رو در مسجد خوانده، نماز شب خوانده، تراویح خوانده، تهجد خوانده، نفل و مستحب و هیچی رو ترک نکرده. زکاتش هم داده، ماه رمضان هم روزه گرفته. میارنش، حساب و کتاب میکنن. ماشاءالله ترازو رو ببین که چند بیلیون تن نیکی و حسنات جمع شده براش. و قد شتم هذا، اینو فوش داده. و اکل مال هذا، و مال این رو خورده. و سفک دم هذا، خون این رو ریخته. و ضرب هذا، اون یکی رو زده، یکی رو فوش داده، یکی رو کشته، مال این رو خورده، به اون یکی توهین کرده، به این غیبت کرده. بعد چی کار میکنن؟ الله متعال امر میکنه فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. میگه چی کار میکنن؟ میان این زکات و نمازش رو تقسیم میکنن بین اونها. نمازش رو با اون میدن، زکاتش رو با اون میدن، خیراتش رو با اون میدن، حجش رو با اون یکی میدن. صحابه ملائکه میگن یا الله این همه حسناتش تموم شد، خالی شد. بعد از اون میگه فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه، قبل از اینکه حق اونها داده بشه حسناتش تموم شد. این طرف 80 سال نماز خوانده، روزه گرفته، حج کرده، صدقه داده، همش ظرف 1 ثانیه تموم شد، پخش شد بین مردم. اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. چیکار میکنه؟ الله سبحانه و تعالی به ملائکه میگه حسناتش تموم شد، روزه، نماز، زکات، حجش تموم شد. میگن یا الله تمام شد، هیچی نمونده. خب الان از اونایی که این حق اونها رو پایمال کرده، بهشون فحش داده، توهین کرده، غیبت کرده، اهانت کرده، حقشون رو ضایع کرده، گناههای اونها رو بگیرید ببینید چقدر زنا کردن، چقدر شراب خوردن، چقدر دروغ گفتن، چقدر فسق و فجور انجام دادن.
بگیرید گناهان اینها رو به اندازه همون حق اونا که باید از حسناتش داده میشد و الان تمام شده، از گناهان اونو بگیرید رو سر این بندازید. بعد از اون با همین گناه ها با همه اینها هیچ حسنه هم براش نمونده، فطرح فی النار، انداخته میشه در کجا؟ در آتش جهنم. این است مفلس. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن مفلس حقیقی این است. پس انسان هایی که یعنی حدیثی از واقعا انسان گاهی اوقات وقتی که این حدیث انسان میشنوه اصلا میترسه که اصلا زبان باز بکنه. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که این دسترنج زبانها، یعنی نتیجه آنچه که زبانها انجام میدهند، انسان رو به جهنم میندازه. یک از صحابه یا رسول الله همین زبان؟ فرمودن بله همین زبان. گاهی اوقات فرمودن انسان کلمه ای رو میگه که ولا یلقی لها بالا، اصلا حواسش نیست. امروز میگیم بعد از دوستتون ناراحت میشه، دیروز یک حرکتی کردی، والا می خیلی میبخشی، معذرت میخوام، من والله حواسم نبود، من اصلا فکر نمیکردم شما اونجایی، والا از کوچه رد شدی اصلا سلام دادم علیکم نگرفتی، والا اصلا حواسم نبود. راستم میگه اصلا حواسش نبود، حواسش به رانندگی بوده، ندیده طرف رو. بارها برای من اتفاق افتاده، دوستان شکایت کردن بابا از فلانجا رد میشدی سلام دادیم جواب سلام ندید، با الله متعال شاهد است من ندیدم، متوجه نبودم اصلا. اینو میگن حواسم نبود. میگه حرف کلمه ای میگه، یک کلمه میگه که ولا یلقی لها بالا، اصلا حواسش هم نیست. چی میشه؟ در جهنم فرو میره به اندازه 70 خریفا، یعنی 70 پاییز. یعنی چی؟ 70 سال. شما تصور کنید ماشین رو سوار هستید، با سرعت نور، مافوق نور حرکت دارید میکنید و 70 سال در راه باشید، یعنی یک عمر کامل. به کجا میرسید؟ میگه یک کلمه میگه، حواسش نیست، 70 سال به قعر جهنم میره. یک روزی زنی قد کوتاهی از انصار بود فکر کنم، رد میشد. آیه نازل شده بود که مسخره نکنید، چیز نکنید. ام المؤمنین عایشه صدیقه، از بگم یعنی درجه حدیث رو نمیدونم که چند اندازه است، شنیدم از علما میگن که حضرت عایشه به حضرت حفصه اینطوری کرد، یعنی با گوشه چشم اشاره کرد که نگاش کن، همونه داره رد میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودن، گفتن ای عایشه حرکتی رو کردی که اگر با آب اقیانوس هم مخلوط بشه، همه آب اقیانوس رو هم چیکار میکنه؟ فاسد میکنه. یک با گوشه چشم یک اشاره کردن، این همه گناه بزرگی است. و ما امروز گوشه چشم چی که با همه وجودمون این اعمال زشت رو انجام میدیم. الله سبحانه و تعالی حفظمون بکنه. خب دوستان عزیز، امشب تراویح هست، شاید در بعضی از کشورها نماز تراویح هم خونده باشن. به هر صورت انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان دوباره همین برنامه ها روزهای جمعه و آن روزه که در روزهای سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. امیدوار هستیم که در لحظات آسمانی سحر و افطار ما رو از دعای نیکتان فراموش نکنید و همونطوری که قبلا هم اعلان کردیم از فردا به اذن الله تعالی تفسیر قرآن کریم به مدت 1 ساعت تقریبا برنامه جدیدی هست توسط استاد فضل حق سلیمانی، هم در شبکه جهانی نور، هم در شبکه صدای حق در آمریکا و هم در صفحه یوتیوب ندای حق روزانه یک قسمت پخش میشه. حتما دوستان عزیز این برنامه رو ببینن. برنامه است که تالا مثل و مانند و سابقه ای نداشته در زبان فارسی.
تفسیر خیلی جامع، شامل و کامل و خیلی مفید در این ماه مبارک رمضان استفاده کنید. این یک پروژه بسیار بزرگی است که انشاءالله الله سبحانه و تعالی دعا بکنید که توفیق بده که اینو به پایان برسانیم، که طبق صحبت هایی که شده تقریبا در 700 قسمت خواهد بود. 30 قسمتش هر روز ماه مبارک رمضان، یک قسمت انشاءالله تعالی در این شبکه ها پخش میشه. همچنین در صفحه یوتیوب ندای حق هم میتوانید ببینید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق